در تالار ورزشی مکتب برای خوانندگان بالیاقت شهر خوجند مسابقه کشادی شهری اوید به کاراته دو جوندوکان برگزار گردید. در این چهاربینی ورزشی که با تشبث فدراسیون کاراته دو جوندوکان در یک جایگی با بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند برگزار گردید، بیش از 300 نفر کودکان و نورسان، جوانان و کلانسالان اشتراک و مهارت سنجی کردند. رقابت‌ها بین ورزشگران در نمودهای کاتا و کمیته جریان گرفته، داوران بهترین ورزشگران را معین نمودند. این چهاربینی ورزشی با مقصد ترغیب طرز حیات سالم در بین کودکان و نورسان و جلب آنها به ورزش راه اندازی گردیده در سطح بلند تشکیلی جریان گرفت. مسابقه کشادی شهری اوید به نمود کاراته دو برگزار گردیده شده است. از تمام منطقه‌های کشور و از آن جمله از ولایت نمایندگان جمهوری ازبکستان نیز ورزشکاران آمده قوا آزمایی کرده ایستادند. سال 2025 برای ما سالی باقرار بود. ما در 25 مسابقه‌های بین‌الخلقی رفته اشتراک کردیم. زیاده 260 مدال به دست آوردیم. ما می‌خواهیم در سال 2026 ورزشکاران ما در مسابقه‌های سطح جهانی رفته اشتراک کرده، چمپیونات‌های جهان، چمپیونات‌های آسیا و جام جهان اشتراک کرده، پرچم دولتی عزیزمان را بالا بردارند. مورد به ذکر است که نمود کاراته دو سال از سال در کشور ما از جمله در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت رشد و رواج یافته ایستاده است. این زمان در اکثریت شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مربیان فدراسیون کاراته دو جوندوکان با کودکان و نورسان و جوانان و کلانسالان این نمود ورزش را تمرین می‌دهند. نمود کاراته دو در برابر دیگر نمودهای ورزش کودکان و نورسان و جوانان شوق و رغبت زیاد دارند. ورزشکاران ولایت سوخت بارها در این نمود در مسابقه‌های بانفوذ به دستاوردهای ارزنده نائل گردیدند. مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند و مربیان کاراته دو ابراز نمودند که در تعطیل زمستانه نیز چنین مسابقه‌ها را راه اندازی می‌نمایند تا کودکان و نورسان وقتی خالی خود را در تالارهای ورزشی سپری نمایند. به غالبان و جایزه‌داران این مسابقه ورزشی جام، مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند.